سلام دوستان عزیز، امروز میخوام مصاحبه داشته باشم با چند تا از شهروندان ایرانی در مورد افغانیا اینجا بمونن یا برن. برم چند تا نظراتشون رو بگیرم، بهشون مصاحبه داشته باشم، ببینم نظرات اونا چی است. بریم ببینیم چی میگن. آقا سلام، خسته نباشی. خوبی؟ مرسی. آقا این افغانیا این کشور بمونن یا برن؟ افغانیا هر جوری حساب کنی اینجا مهمونن، ما مهمون نوازیم، ایرانی همه به مهمون نوازی اینجا شهرت دارن، ولی خب اگه اونجا کارشون جور بشه، زندگیشون ردیف باشه، کارشون ردیف باشه، تو مملکت خودشون باشه که خیلی بهتر از اینجا. هرچی هم اینجا براشون خوب باشه ولی اینجا غریبه. که خوبی؟ قربان شما. آقا یه سوال، این افغانیا تو این کشور بمونن یا برن؟ هر کس تو مملکت خودش بهتره بمونه. پس نظر شما اینه که اینجا نمونن؟ بله. هر کس مملکت خودش رو آباد کنه بهتره تا یه مملکت دیگه. بپرسم که اینا بمونن خوب است یا برن؟ ببین یه موضوعی که وجود داره اینه که اونهایی که قانونی هستن و مالیات پرداخت میکنن و یه شهروند ایرانی محسوب میشن به نظرم بمونن، چون از نظر کاری و از نظر خدماتی هم میتونن کمک کننده باشن در صورتی که قانونی هستن. اما اونایی که غیر قانونی هستن سریعتر باید ایران رو ترک کنن، چرا که به ضرر ایران هستش. خوبی حالتون خوبه؟ قربون شما. آقا میخواستم در مورد این افغانیایی که اینجا هستن بمونن خوبه یا برن؟ به نظرم بمونن، فرق نمی‌کنم، خیلی خوبه که بمونن. ما هرچی مصاحبه گرفتن همه مخالف بودن، شما چجوری؟ انسانیت مرز نداره به نظر من. کسایی که اینا رو درک نمی‌کنن باید برن بمیرن. خیلی ممنون، دمتون گرم.